سلام شما پیاسمیتی هستم، خوش آمدید به این ویدیو. آقا یکی که هندزفریاتون رو بذارید. خب اینو من دارم بعد ویدیو رکورد میکنم، میدونم یعنی تا کی فشار خورم. مثلا تست گیلچ ترا رو داریم میریم، همونجوری که داخل استوری گفتم یه چیز جدید اضافه شده، پارت بندیه. اینه که تستا گیلدهای مختلف رو میدیم ببینیم قبول میشیم نمیشیم. همینجوری دیگه. لایک و ساب یادتون نره، کامنت هم حتما بذارید، هندزفری هم حتما بذارید. بریم فشار خوردنمو تماشا کنید. چوانی داخل کاستم یه تیم یه چیتر آوردن، یارو با چیت کمپ میکنه. وای بچه ها دروغ میگه. ما تا الان 2 تا کاستوم رفتیم، 8-5 یه دونه مرتی زده، 8-2 یه دونه من زدم. میدونید من بچه های رو من ریدم، میدونید من خیلی رو خلاصم بچه ها. داشت یارو داره یه دقیقه لال شدم. کمپ داشت میداشت میشه بیای کمپ نکنی جون مادره. داداش اومدم دیگه، یه دقیقه گان نگیرم با شمشیر بیام بزنم تو سرت مثل بنی. هر کی نزنه. سلام شما پیاسمیتی هستم، خوش آمدید به این ویدیو. آقا الان که هندزفری این ایران اینو من دارم بعد ویدیو رکورد میکنم، میدونم یعنی تو کی چپ فشار خورد. مثلا تست گیلچ ترا رو داریم میریم، همونجوری که داخل استوری گفتم یه چیز جدید اضافه شده، داشت باز رفتی کم. نه من اینجا سلام تستا گیلدهای مختلف رو میدیم میشه کم نکنیم نری اونجوری از بک نره تو فایت یا بک نره تو فایت من بذارید بریم فشار خوردنم رو تماشا کنید. احتی میخوایم اتیش نکاری داشت؟ نداشت واقعا نیاز با اتیش هم داشت. منم دارم حال نمیم تو کجایی داشت میشه بدونم فهمیدم کجایی. داداش این خیلی غیر منطقی داره. خدا وکیلی که اذیتت کردم من. درست کاستم قبلی. داشت کاستم قبلی اذیت هم نکردیم. من شک دوستان کاستم اول خیلی به من حال داد. داشت چرا نمیری؟ خب قرار بود نزنی اگه قرار داداش خب برو سیکتیرت هم یه کار کن. داداش وقتی میگی نمیزنم نزن دیگه. میخوای بزنی بگو داداش میخوام بزن. نه که هرون داداش من به تتنا رسی تو اردون دهنه تو سرویس. داداش من به تت زدم رفتی تو اردون میشه ولم کنی. داداش دراز نکش نمیتونی بزنی بستم. میشه از این رو باید تت میخوری نری تو اردون رفیق تو منو کدیستی. بسته تو کنده یه چیزی نمونده. بسکل من دارم هیل میکنم بلم کن من که خدا آمد. داشت چجوری اونو زدی بابا ول کن دیگه. داشت نه بسکل چرا اونجا بودی اون زدی؟ خوشم میاد با سویچ و دابل سویچ میکنه باز دیزرت هم ول میده. داشت من وسطاش میدونی بلدم. داشت به قرآن بهت فولت زدم باز خودم رفتم تو اوریون. داشت من اوریون رفتن خودم داره خودم رو بگاه میده پشمات بریزه. مثلا یه بار 2 بار اینجوری فکر میکنه 3 بار حساب میشه. میدونی چی میگم؟ داداش خب نه دیگه. این همه میره رو دراب میپره رو ما. بازی میخوبه بدم کن داشت اونجایی که میدونی من آنتن ندارم. خب ببخشید مجبورم. من از این پهبازا میخوای بندازی دوست دارم نت برام مهم نیست این پهبازه. شما قرار نیست اینجا بمونم میخوام فرار کنم. اوه دابل هم هست.
بابا داداش هدی دبل خوب نزن دیگه. زشته تو ویدیو کپی رایت میخوره. آپت میرم تو ویدیو، اصلا ویدیو نمیذارم، کیر تو ویدیو اصلا باگ میدم. بمیر دیگه. گان گرفته بودم این میربل کشیدی خب برش کنسله دیگه میذارم. کنسله میپره ایدار دیگه حساب نداره خودش. آها خوب امیر خیلی خوب. نه داداش خوب نه که. خوب داشت جاد یه جوری بود نمیتونستم بزنم، خیلی بچه کونی هستی. اوه یعنی چی خوب نکن ناموسم. دارم میام سراغ. دو خوردیم یا ایسا آی آجی ریگم هورا خوشیم شو کردی هاچ. خب داشت خط میخوای بگیری حله. داشت این چجوری هد نخوردی حله داشت بگیر منم هد میذارم منو بزنی. اوکی بپر بالا. اوریونم پر نیست ولکن برو اصلا واقعا مت نباید شد مثل سگ اینجوری بپری. آی بابا نخورد چرا. چرا نخورد وای نمیشه خیلی بد بهت دارم. باید میموردی فشار میخوردی. اونو نمیشه رفت بالا اینجوری. با یخ هم پلی میده بچه. مرد مومن نکن ناموسم ریدی. اوه تک واو خدای قشنگ زدم. قبول کن قبول کن یکم بیادبیش. اوی خوف کرد رو بسته. آه یخت چقدر رو مخم بود این یکی. اوه اینو اگه ادین خورد چه فشاری میخورد. اینم اگه ادین خورد. آها امتیز بک سول حاجی خدایی قشنگ دارم. خیلی بازی خوب میشه با چی با چی همه بازی هاشون خوب میشه. ولی خب من بتمن میشم. داداش نکن داداش. خب این موومنته چی بود دادی؟ خیلی قشنگ از قصد این موومنت رو دادی یا نه اینجوری بود؟ ها؟ نه از قصد من از قصد موسا چرخون نداشتن راشی داد تو صورتت یخ نکاشتن. نه واقعا نتونستم بزنم. این نمیخورده بد داد میشه. وی قبول کن یکم بیادبی. قبول کن یکم بیادبی. باش خواهی ندارم بچه. نتی نتت ضعیفه داشت. خیلی نتم ضعیفه داشت. میشه راش ندیده. چرا وقتی میدونی نتم ضعیف چرا وقتی میدونی نتم ضعیفه داری بهم راش میدی؟ چونه داداش؟ خیلی قشنگ داخل. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم فشار خوردن من لذت برده باشید. واسه دوستاتون هم شیر کنید و دیگه اوماش چشن و دیگه دیلیو که دارید که اینکه ویدیو بعدی هم احتمال زیاد اسکواد کشی باشه. یام خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.